از ابو سعید خدری که با آن همین کنیه و نسبت به دیه اشان مشهور شدند، ابو سعید خدری رضی الله عنه، نامشان سعد ابن سینان ابن مالک الخدری الخزرجی. خدری یکی از قبیله های قبیله های خزرج در مدینه منوره. دو بزرگترین قبیله بود، اوس و خزرج. ابو سعید خدری از جمله خزرجی ها هستند. خدری قرائت کرده می شود. خیلی که بعضی علما ها ذکر کردن که یکی از علما خدری می گفت، فرزندش خضری می گفت، خضری با ضال. حتی تقی الدین ابن دقیق العید را پرسیدند که گفت که ابو سعید خدری میشه رضی الله عنه و ارضاه. سال 68 هجری در مدینه منوره وفات کردند.